من خب تو خود کافه بازار که نبودم، تو اون تیم عدد بودم اول آه. اونجا. عددی که جمع شد. آره تقریبا اونم خیلی نزدیک بودم. من که وارد شدم عملا در حال گفتگو بوده فروشش و اینا. آه. و خب خیلی طول نکشید دیگه، فکر کنم 1-2 ماه حد اکثر بعد اینکه من جوین شدم کلا واگذار شد. مدل آدم ها شاید توی یادگیری فرق داره. مثلا بعضی ها مدلش اینه که باید کتاب بخونن یاد بگیرن، بعضی ها باید ویدیو ببینن. من باید پروژه رو انجام بدم تا یاد بگیرم. تا اونجایی که من می‌دونم خب اکثر شرکت‌های تکنولوژی خب دقیقاً همین چیزا رو خودشون دارن، بعد از همونا بعد یه محصول در میاد. بعد ما انگاری فکر کنم ما نمیتونیم اون انرژی رو بذاریم، ارزشش رو نداره مثلا بازارش رو نداره. چی میشه مثلا یه چیزی استارت میشه بعد خب خلایش هم هست. این که خب پیاده سازی بود، کی رسید به چی؟ که تصمیم گرفته شد کلودی باشه و اینتر چی داشته باشه و API باشه و اون پروژه ها و چی شد اصلا تصمیم گرفتین که این هاوسش کنین پروژه ها. بریم آقا بریم صحبت کنیم. بریم. خب عرضم به حضورت که خیلی مخلصیم حسن. یه خیلی با هم حرف زدیم ما این چند وقت تقریبا این تیکش من هر کاری میکنم الان یادم نمیاد کدومشو بعد به حالتر بگیم یا نباید بگیم، ولی بذار اینجوری چیزش کنیم مثل همه که مطرح میکنم اینه که از اون قسمتی شروع کنیم که اولین پروژه زدی. خب بعد برای معرفی فکر کنم اون چیز جالب‌تریه با اینکه من فکر کنم 2-3 دفعه هم تا حالا ازت داستانشو شنیدم، ولی آره اینکه اولین پروژه چی بوده و اولین کی پول گرفتی. خب ولی بذار قبلش یه چیز دیگه من بگم. یکی از چیزای جالب، ما توی تیم نبودیم تو ستون، درسته؟ ما بغل هم بودیم یه جوره. یعنی آره ولی همیشه یکی از چیزای باحال که من یادم میونه وقتی میخوام با حرف بزنم، مثلا داشتم به پادکست فکر کردم، این بود که اولین باری که من یه جوری احساس کردم که اصلا خیلی میشه چیزا کمک گرفت، اون موقعی بود که نمیدونم یادت یا نه تازه تیم کوبرنتیز من تحویل داده بودن یا قبلش بود، ولی به هر حال تو اون دوره بود که من سعی می‌کردم یاد بگیرم کوبر، هنوز خیلی هم خوب نشده بود. کوبر کالیکو نتورک پلاگینش ترکید، نمیدونم یادت یا نه. بعد همون لحظه یادته که کافه بعضی موقع یهو هیچکی تو دفتر نبود، چون میتونستم برم بعد بیان کارشونو بکنم. همون موقع هیچکی نبود، یعنی قشنگ اینجوری که دفتر خالی بود و من اینجوری داشتم تو سرم میزدم و فوش میدادم. آره من داشتم تو سرم میزدم چی کار کنم، یادم داشتم فوشم میدادم، گفتم چه وضعشه هیچکی نیست و فلان اینا، من اینجا موندم و اینا. بعد تو اومدی گفتی چی شده، گفتم که من اصلا نمیفهمم این نتورکش چرا الان کار نمیکنه. اونجا بود که نشستی توضیح دادی برام که چه خبره، با هم مشکل حل کردیم. بعد اونجا گفتم حسن میشه خیلی چیز ازش گرفت. خب شانسی بوده. آره. آره خلاصه اونجا بود که من یقه چی شد دیگه، بهت دستم به دامنت همیشه بند بود. آره دوران بریم سر همون داستان بود. چیه؟ یعنی کلا دوران جالبی بود اون موقع، حالا با اینکه یه سری افت و خیز داشت ولی تیم باحالی بود. باز قبل ترش باحال بود، اون موقع هم جالب بود، دوران خوبی بوده. چنج میداد. آره خیلی داشت، همش هم چنج میکرد، یعنی هی داشتن هی تیم رو چنج میکردن. اون قسمت خوبش نبود، ولی خب اینکه آدمایی که دنبال اینن که چیز یاد بگیرن و کارو پیش ببرن زیاد بودن و میشد تعامل بکنی، میشد گپ بزنی حتی راجع به موضوعات اونی که دقیقاً الان دغدغه نیست. به نظرم اون تیکشتی که جالبش بود. آره دقیقاً. خب برگردیم عقب. آقا اون اولین پروژه کی زدی، کی پول گرفتی؟
راستش الان خیلی دقیق تو ذهنم نیست که اولیش چی بوده. خب من تو دانشگاه ریاضی خوندم و خب برعکس اونایی که شاید مثلا توی محیط مثلا مهندسی نرم افزار یا جای دیگه هستن که همه برنامه نویسی بلدن، من اطرافیانم خیلی بلد نبودن. ولی از اون طرف من از راهنمایی دبیرستان شروع کرده بودم برنامه‌نویسی. همیشه یه جور تفریح بود برام، سرگرمی بود، دوست داشتم دنبال میکردم. بعد تو دانشگاه هم بچه ها میدونستن که من بلدم، یه سری پروژه های کوچیکی از خود اونایی که حالا هم کلاسی بودیم گاهی آشنای اونا بودن اومد و منم قبول میکردم. معمولا پروژه های وبی بود. حالا اگه وبی هم نبود، من اون موقع بیشتر وب دوست داشتم. حتی یادمه که پروژه دسکتاپ بود ولی من وبی زدم، یه بروزر می اومد بالا و دوباره همون داستان چیز بود. جالب بود. خیلی تخصصی نبود اون موقع خب قاعدتا، ولی دوران جالبی بود. یادم هم نیست اولین چقدر پولی پول که گرفتی؟ کشیدم. آها نه، منظورم که اولیش کدوم بود؟ من اولیشو کی پول گرفتی؟ بابت چه پروژه‌ای گرفتی؟ میگم دقیق یادم نیست که حالا اول و دوم کدومه، ولی یادمه که اون موقع یه سری کار این مدلی میکردم و حالا یکیش هم یادت باشه ردیفه، طوری نیست ما گیر نمیدیم، کسی خبر نداره. نه، مثلا یکی از بچه ها بود که یه فروشگاه داشت، تولیدی لباس داشت، لباس فرم مدارس. بعد دوست داشت یه وبسایتی داشته باشه که نوبت بده به دانش آموزا و دانش آموزا بتونن بگن که چه لباسی چه سایزی میخوان که اون از اون سایزی که لازمه به تعدادش درست کنه. یه همچین چیزیه. در این حد بود که می اومدم گفتن کدوم مدرسن، حالا یه جوری اسمشون رو میدادن یا چی و میگفتن چه سایزی لازم دارن. بعد این طرف جمع آوری میشد، بعد یه تاریخ تحویل هم بهشون میگفت کی بیان بگیرن. بعد یادت چقدر گرفتی؟ نه خب من هیچ وقت در مورد عدد و رقم ها خوب نبودم، یعنی همیشه یادم میره. ولی یادمه که توی یکی از همین پروژه شاید همین بود، یه سری وسایل کوهنوردی تونستم بخرم. احسن. آره کلا بعدم نبوده وسایل کوهنوردی گرون بود آخه. آره حالا مثلا یه بار یه پروژه انجام دادم، یه کوله خریدم، بعد یه بار کیسه خواب خریدم، نمیدونم یه بار فلان خریدم. کلا کارم همین بود دیگه، یه پروژه انجام بدم، یه چیزی بخرم، یه مسافرتی برم، بعد هی طول مسافرت ها بیشتر میشد. اینا مربوط به چند سالگی؟ دوران مثلا 17-18 سالگیه؟ نه میگم تو دانشگاه دیگه، یعنی سال 85 اینا. من قبلش هیچ وقت پول نگرفته بودم بابت کاری، بیشتر تفریحی بود. آره اوکی. بعد اینقدر به برنامه‌نویسی داشت، بعد چجوری رفتی ریاضی؟ تا اونجا که ممنون رفتی ریاضی دیگه. آره شاید فکر کنم نمیتونستم برم چیز، کنکورم خیلی خوب نشد رتبه اون موقع، هنوز خیلی هم خوب نمیتونستم ریاضی چیه یا نه، ولی خب شانسی شاید شد. منتها بعد خیلی خوشحال شدم رفتم ریاضی و بعد یعنی حالا اگه برمیگشتم دوباره قرار بود یه رشته انتخاب کنم، حتما میرفتم ریاضی. کدوم دانشگاه رفتی؟ دانشگاه اصفهان. پس تا اون موقع چیز دانشگاهی همه اصفهان بودی؟ به تهران نرسیده؟ آره من حتی هر شدم هم اصفهان بودم، یه کلا دانشجو بودم اصفهان بودم دیگه. همه دوران تحصیلم تو اصفهان بود. بعد کی رسید به دوران کاری؟ چجوری شروع شد؟ کار که جدیترش
خب اون موقع اینطوری میگذشت، پروژه های مختلف میگرفتیم میزدیم و میرفتیم خرج میکردیم. بعد که در مورد ازدواج داستان جدی تر شد دیدیم که خب اینجوری فایده نداره، یه استابیلیتی لازمه دیگه. شروع کردم دنبال کار گشتن. یه مدت خیلی کوتاهی توی مجموعه مشغول بودم ولی اصلا طول نکشید خیلی، فکر کنم شاید یه ماه هم نشد. همون موقع اپلای کرده بودم برای کافه بازار و بعد جوین شدم اون مجموعه. یعنی اون موقع کافه چیز مصاحبهش آخه مثلا ریاضی میگرفت یا نه خوب بودی تو چیز بیس نرم افزارم خوب بودی؟ چون کافه همیشه مصاحبهش اینجوری سخت بود یا نه اون موقع نمیگرفتیم بحث الگوریتم و نمیدونم؟ چرا میگرفت؟ خب پس آماده بودی، پس خیلی هم چیز نبوده. آره میگفتی نه من اصلا حتی قبل از دانشگاه هم که برم تقریبا خیلی چیزا رو بلد بودم. حتی تو دبیرستانم یادمه که یه سری مسابقات برنامه‌نویسی بود شرکت کردم. باز تو دانشگاه مسابقات ACM یه چند سری شرکت کردم با اینکه ریاضی بودم. مشکلی از اون نظر نبود. اتفاقا من از اول خیلی دوست داشتم این بیام تو کامیونیتی های مختلف از دید زبون های مختلف نگاه کنم که اینا چجوری به مسئله نگاه میکنن. چون به هر حال برنامه نویسیه خیلی کارا رو هم با همه اینا میشه کرد، ولی گاهی میبینی که یه دفعه راجع به یه مسئله خاصی اون کامیونیتی با اینکه حالا حتی زبونا شباهت‌های زیادی به هم دارن، اونا دارن یه جور دیگه این مسئله رو حل میکنن. همیشه خیلی برام جالب بود، برای همین خیلی یه طیف زیادی از زبونا بود که همون موقع باشون ور رفته بودم. حالا نمیگم که پروژه انجام داده بودم، همون پروژه هم که انجام میدادم هر دفعه با یک کدوم، مثلا یادم اون که گفتم روبی آن ریلز بود، بعد یه پروژه دیگه بود با جانگو زدم، بعد یه پروژه دیگه بود با نود یه کاری کردم و کلا تو سویچ کردن قوی بودیم. آره دیگه، یعنی در واقع اون قسمت تفریحش بود برام. حالا با یه آخه یکی از کارهای سخته، یعنی مثلا فرض کن همه وقتی میخوان یه زبان جدید تست کنن خیلی فکر میکنن چی میشه راحت میشه، یعنی چون بیس اوکیه، یعنی فقط داری منطقی به اینکه فکر کن دستور زبانش عوض شده راحت تر میشه. چون بعضی موقع یکی میخواد زبان عوض کنه یه پروژه بزنه میشینه مثلا 3 ماه 4 ماه فکر میکنه که من برم با چی بزنم و فلان. خب یه بخشش اون قسمت اینه که به هر حال مشترکات زیاد دارن. حالا این چند تا که گفتم که همشون هم داینامیکن و اینا، ولی از همون موقع مثلا زبونای خیلی استاتیک تر یا تایپ سیستم های مختلف، نمیدونم اونایی که فانکشنالن، همینجوری هی داشتم سویچ میکردم. قسمتش اینه که خب مدل آدم ها شاید توی یادگیری فرق داره. مثلا بعضی ها مدلشون اینه که باید کتاب بخونن یاد بگیرن، بعضی ها باید ویدیو ببینن. من باید پروژه رو انجام بدم تا یاد بگیرم. در واقع شاید یه هدفی که داشتم، مثلا یه پروژه قبول میکردم این بوده که یه چیزی تو ذهنم بوده این پلتفرم یا این زبون رو یاد بگیرم. میدونستم که اگه کاری نباشه هیچ وقت به جایی نمیرسه. میگرفتم که بعد تو حین کار، حالا شاید این یه توانایی باشه یا شاید نباشه نمیدونم، من همیشه خیلی راحت بودم که با یه چیز جدید شروع کنم و برام جالب تر بوده تا اینکه یه کاری که قبلا کردم بخوام دوباره تکرار کنم. من فقط داشتم به همین فکر کردم که مثلا خب من که برنامه‌نویس نیستم ولی همون اسکریپتی ها مثلا تا عوض میشه یکی از معضلات هم میشه که اصلا نمیتونم شروع کنم. میگم که خب حالا این بخوام هر دفعه هی برم بیام تو داکیومنت خیلی اعصاب خورد کنه، مجبورم یه وقتی بذارم یه چیزی بفهمم بعد برم یه کاری انجام بدم. یه همچین اتفاق میفته. ولی خب این که جالب جامپ میکردی چیز. آره خب
اینجوری نیست که حالا هر دفعه یعنی همینطور در حال سویچ کردن بین داکیومنت و چیز باشی. من معمولا اینجوریه که یه اوورویو کلی نگاه میکنم که حالا این پلتفرم مثلا نمیدونم این زبان این فریمورک چه کلیتایی داره، یه قسمت‌های اساسی ترش رو داکیومنتیشنش رو نگاه میکنم. بعد دیگه توی اون نگاه اولیه خیلی وارد جزئیاتش نمیشم و معمولا هم اینجوریه که وقتی داری کار میکنی حتی بدون اینکه دوباره لازم باشه بری سراغ داکیومنت کار پیش میره. اگه یه جایی گیر کنم دوباره میرم سراغ داکیومنت که حالا چرا این اونجوری که فکر میکردم نبود. ایوه. خب بعد کافه با چی شروع کردیم؟ با پی اچ پی اومدیم؟ فکر کنم دوره اول کافه پی اچ پی بود نه؟ من خب تو خود کافه بازار که نبودم، تو اون تیم عدد بودم اول. آها. اونجا عددی که جمع شد. آره تقریبا اونم خیلی نزدیک بودم. من که وارد شدم عملا در حال گفتگو بوده فروشش و اینا. و خب خیلی طول نکشید دیگه، فکر کنم 1-2 ماه حد اکثر بعد اینکه من جوین شدم کلا واگذار شد. خب عدد پروژه تبلیغات بود؟ نه پروژه مالی بود. نه تبلیغات بود. تبلیغات بود داره. نمایش تبلیغات بیشتر توی پلتفرم‌های، یعنی فکر میکنم بیشتر بر اندروید بود، اپلیکیشن های اندرویدی بتونن تبلیغ نشون بدن. اونا پایتون بود، جانگو بود بیشتر. بعد چه اتفاق افتاد با عدد و اینا؟ چی شد؟ جریانش چی شد؟ اومدین کجا؟ عدد تعطیل شد چیکار کردین؟ عدد که تعطیل شد خب اون یه اشتباهی بود که بعدنا پوریا هم خودش چندین بار جای مختلف اشاره کرد که این اتفاق خوبی نبود که افتاد. هماهنگ نشده بود با تیم در جریان این که قرار محصول فروخته بشه نبود. بعد یه دفعه یه موقعی اومدن گفتن که محصول فروخته شد. حالا البته فکر میکنم یکی از بچه‌ها در جریان بود ولی به هر حال هماهنگ کرده بودن که اعلام نکنن تو تیم. بعد خب یه حس خیلی بدی به همه دست داده بود. بعد برای اینکه شاید اون حس بد جبران بشه و خب بچه‌ها یه تیم خیلی قوی بود، از پس هر کاری تقریبا میتونست بر بیاد. این موضوع مطرح شد که حالا خودتون انتخاب کنین که رو چی دوست دارین کار کنین. یه سری نشستیم دور هم برین استورم تو رو نمیدونم هر کسی یه ایده ای آورد و اینا. بعد یه چند جلسه هم با حسام صحبت کردیم که حالا اون سعی میکرد ببره تو اون مسیری که دوست داره. اتفاقا اون موقع یکی از پیشنهادات ما این تیکر اگه خواستی اون موقع یکی از پیشنهادات ما این بود که یه پلتفرم ویدیو استریم، یعنی همین آنلاین استریمینگ را بندازیم شبیه نتفلیکس مثلا. خب اون موقع نبود واقعا، هیچ رقیبی نداشت. بعد ولی بعضی از دوستان گفتن که نه خود نتفلیکس هم تو ضرره. آره جالب بود. خلاصه دیگه جزء دوباره پروژه‌های چیزه، مثلا پروژه مشابه اون دوباره میشه جزء پروژه‌ای که یه کمی هم حساس میشه. یعنی از این نظر هم باید نگاه کنی، احتمالاً از اون برم دلشون نمیخواست چون شما پروژه اینجوری آره ولی بذاری اونی که داشتیم حساس‌تر. خب حالا بگذاریم. آره خلاصه دیگه یه کمی صحبت شد و به این نتیجه رسیدیم که یه پلتفرم مسیجینگ برای دیوار را بندازیم که بعد شد تیم چت دیوار. تیم چت دیوار اومد. دیوار اون موقع با چی میزدن زیر ساخته شد اون موقع؟ دیوارم خب تیمای مختلف داشت. من هیچ وقت رو خود اصلی دیوار فکر نکنم کار خاصی کرده باشم. اونم فکر کنم یه بخش زیادیش جانگو بود.
اگه اشتباه نکنم دیتابیسش هم که پستگره بود و همون موقع هم یه سری از بچه‌ها همیشه پیشنهاد داشتن که اینجاشو اینجوری تغییر بدیم اونجاشو اونجوری. همیشه هستی این دوستان. یه چت اولیه‌ای داشت که جاوا بود، تایگیز فکر کنم یه همچین، یه فریمورک تور یا یه ابستار چت بود با جاوا بود. منتها خب اون اسکیلی که لازم بود جواب نمیداد، مالتی پلتفرم نبود. دیوار هم اندروید کلاینت داشت خیلی زیاد، هم وب استفاده میشد هم آی او اس. اون چتی که اون موقع وجود داشت به شکل تستی ران شده بود و فقط هم فکر کنم برای اندروید یا فقط برای وب، درست یادم نیست، ولی یه پلتفرم داشت. بعد دیگه با توجه به نیازها تصمیم گرفتیم که کلا اونو بذاریم کنار رو از اول یه چیزی بنویسیم با توجه به نیاز بازار، یعنی دیوار. آره. با چی زدیم؟ با اون موقع هم دوباره هم پلتفرم قبلی ادامه دادیم؟ نه اونم دوباره باز حالا بچه‌ها دور هم جمع شدیم و هر دفعه یکی پیشنهادی میداد. گو یه سری بررسی کردیم، نمیدونم اسکالا حتی یه جایی بررسی کردیم با آکا و این چیزا نمیدونم. بعد آخر سر انتخابمون الیکسیر بود که با همونم پیاده سازی شد. مثلا نمیشناسم الیکسیر رو، راست شد بخوای نمیدونم چی هست. الیکسیر یه زبونی سینتکسش شبیه روبی سعی کرده باشه، ولی خب روبی خیلی آبجکت اورینتده، الیکسیر روی اون ویرچوال ماشین ارلنگه و خب فانکشناله بیشتر که چرت کنم کلن فانکشناله، مفاهیم آبجکت اورینتدی نداره. و خب ارلنگ خیلی خوبه برای پروژه این مدلی و خیلی هم خوب جواب داد، یعنی طبق اون چیزی که انتظار داشتیم. بک‌اند یعنی دیتابیسمون هم کاساندرا بود. اول با پستگره شروع کردیم برای اینکه تو کاساندرا باید با توجه به اینکه کوئریایی که میخوای بزنی چیه طراحی بکنی، کلکشن تو یا تیبل تو، حالا درست ترما یادم نیست تو کاساندرا چی استفاده میکنم، ولی بعد سویچ کردیم روی اون موقع، یعنی از فاز اولیه توسعه که گذشتیم دیگه دیتابیسش کاساندرا بود. یه وب فریمورک هم داره. کی بود با هم تصمیمی؟ تو اون تیمی که با هم تصمیم گرفتین کیا بودن اون موقع بعد این چیز دیوار رو انداخته؟ خب ما بعدن یقه‌شون رو بگیرم. اکثرا فکر کنم جدا شدن چون دانشجو بودن. آره یادت هست اصلا کی بود تیم؟ آره از بچه‌هایی که بعدترم بودن و حالا رفتن شاید تیمای دیگه، علی رجبی بود، سروش عبادیان بود، شروین خستو بود، یه رضا داشتیم که فامیلش الان تو ذهنم نیست. آره امین تیم بزرگی بوده. آره حتی بعدتر برای کلاینت آی او اس هم یه نفر دیگه اضافه شد. تیم خوبی بود. تا کجا ادامهش دادین بعد دوباره جابجا کردین؟ چون ما دیگه بعد تو ستون با هم آشنا شدیم. چجوری رسید به ستون از دیوار یا پرید چه ستون؟ خب اون موقع دیگه تقریبا یه سال شده بود. اون موقعی بود که ریلیز اولیه پابلیک چت دیوار بود. همزمان شده بود با این تغییراتی که تو تیم زیر ساخت قرار بود اتفاق بیفته و خب اونا دنبال نیروهایی میگشتن که دوست داشته باشن اونجا کار کنن. منم توی همین گپ و گفتای دور و بر توی راه رو نمیدونم
تو تراس آشنا شده بودم با بچه‌ها، مخصوصا با علی جوادی. بعد پیشنهاد داد که بیا این طرف و دیگه اون اتفاق افتاد، جوین شدم و جالب. اون موقع چیز بوده؟ اون موقع رو کوبر رفته بود تیم‌ها داشتن رفته بودن رو کوبر یا نه هنوز؟ نه کوبر رو وقتی زیر ساخت جدا شد آوردیم بالا. به قبل از اون، حالا راجع به قبلش من خیلی اطلاعاتم دقیق نیست، منتها اون لحظه‌ای که من وارد تیم شدم یه سری کار شده بود که کوبرنتیز رو بتونن ستاپ کنن، چون خب اون ورژن خیلی ورژن‌های اولیه کوبرنتیز بود. فکر کنم اونی که بعد ریلیز کردیم که یعنی یه سری از تیم‌ها اومدن روش استفاده کنن هنوز 0 13 14 اینا بود. آره یادم شنیدم اون موقع که من چیزی که شنیدم اینه که اصلا هنوز حتی هدف اول فکر کنم داشتن در مورد این بحث بود که پکیجا را دونه دونه میگرفتن میذاشتن رو سرور. آره دیگه ریپوزیتوری نداشت اصلا اول کار. آره این پروژه‌های کمکی که برای نصب کوبرنتیزه وجود نداشت اون موقع. بچه‌ها یه پروژه‌ای داشتن به اسم بلک اسمیت که خیلی پروژه جالبی بود. چیکار میکرد؟ میومد پیکسی بوت میکرد، سیستما رو شروع میکرد ستاپ کردن، همه کار رو پیش میبرد، او اس نصب میکرد، بعد فلان میکرد. بعد حتی اینم داشت که کوبرنتیز هم ستاپ کنه. منتها اینو با رضا اتفاقا رضا معرفیش کرد. چقدر پس چیز بوده، چیز از قابلیت‌های خوبی داشته، یه جورایی قابلیت اضافه کردن داشته. الانم اوپن سورس لینکشو چیز بهم داد، حالا دوباره میذارم تو لینک پادکست. رضا گذاشت مثل که تو کتاب گذاشتن، شعرش هم کردن. هست احتمالاً، نمیدونم. آره نه الان نه که داد به من، چیز رضا داده لینکش، حالا میذارم بلک اسمیتو. میشه شیرش کرد. آره پروژه‌ای که اوپن سورس شده، چون فکر کنم الان که دیگه استفاده نمی‌کنم، چون نه همون موقع دیگه استفاده. در واقع همون موقع خب به هر حال یه همچین پروژه‌ای وقتی اینقدر بزرگه و خیلی ابعاد مختلفی رو داره پوشش میده، به روز نگه داشتنش و مینتین کردنش خیلی کار راحتی نیست. و اون موقع همزمان شده بود با اینکه یه سری پروژه‌های اوپن سورسی اومده بودن، حالا نه اینکه کل اون کاری که بلک اسمیت میکرد و بکنن، ولی حداقل برای اون تیکه نصب و به روز رسانی کوبرنتیز یه پروژه‌ای اومده بودن که خیلی خوب بود و فعال بودن و تصمیم بر این شد که سویچ کنیم روی یکی از اونا. پس کلا دیسش دادیم به قول معروف. آره متاسفانه. آره فکر کنم چون تا اونجا که من میدونم خب اکثر شرکت‌های تکنولوژی خب دقیقاً همین چیزا رو خودشون دارن، بعد از همونا بعد یه محصول در میاد. بعد ما انگاری فکر کنم ما نمیتونیم اون انرژی رو بذاریم، ارزشش نداره احتمالاً چون بازارش رو نداریم. نه چی میشه مثلا یه چیزی استارت میشه، بعد خب خلایش هم هست. مثلا من با چه میدونم، من با فرامرز دیجیکالام صحبت کردم، اونا هم همچین کاری می‌خواستن بکنن. دقیقاً اون موقع 5 6 سال پیش خب چیزش نبود، اصلا ابزار اوپن سورسی کامل نبود. اونا هم مثلا فرض کن اونا چون برنامه‌نویس نبودن، فقط می‌خواستن سر هم کار نشده بود. و چی میشه هم چیزی میاد کارم میکنه ولی نمیتونیم مثلا بیاریمش بیرون. نه خب یه نکته راجع به حالا بلک اسمیت مخصوصا وجود داشت این بود که یه اسکوپ خیلی بزرگی داشت. اینکه آقا شما سرور رو بری بذارید دیتا سنتر، از اونجا به بعد بقیه کاراشو بکنه، خب این خیلی مراحل مختلفیه. یه پروژه برای اینکه پروژه اوپن سورسی که بخواد موفق باشه و میدونید چون خیلی وقتی اسکوپ بزرگه خیلی کانسترینت های زیادی هم داره، اینجوری نیست که بشه خیلی راحت جنرالش کرد. ولی وقتی میای یه تیکه کوچیک‌ترش رو انتخاب می‌کنی، مثلا فقط این که کوبرنتیز رو بخواد ستاپ کنه، آپدیت کنه، آپدیت نگه داره، خب اون خیلی اسکوپش شسته رفته تره دیگه. راجع به این که حالا سرورها مدلشون چیه، نتورک چه شکلیه، اینا پیش فرضایی نداره و خب اونو خیلی راحت تر میشه
به شکل جنرالی پیش برد که حالا بعد یه پروژه اوپن سورسی ازش در بیاد و بشه ازش استفاده کرد. من فکر کنم راجع به این پروژه مخصوصا اینکه یه وسعت زیادی رو داشت در بر میگرفت باعث شده بود که آپدیت کردنش، اضافه کردن فیچر بهش و حالا در نهایت اوپن سورسی که بتونه مخاطب جذب کنه تبدیل شدن خیلی سخت. گرفته. خب پس رفتین دنبال یه روش جدید یا نه تولز پیدا کردین؟ تولز یعنی آماده شد یا نه خودتون نوشتین؟ نه دیگه یه سری ابزارهایی بود اون موقع، فکر میکنم کیوب اسپری بود، یعنی چند تا اومد پس. آره چند تا بودن اون موقع. کیوب اسپری همون موقع بهتر از بقیه بود. حالا اون که بقیه هم ادامه پیدا کردن یا نه، شاید هنوز ادامه پیدا کرده باشن، در جریان نیستم، ولی اون موقع کیوب اسپری خوب بود، اون انتخاب کردیم. و حالا اون بخشای دیگه‌ش هم بخشایی که بلک اسپید قرار بود کاور کنم با چیزای دیگه، با پروژه‌های دیگه پیش بردیم. بعد پروژه زیرساخت با کیا رفت؟ اون موقع الجوادی بود، علی علایی بود و اون موقع علی جوادی بود. اون اول یه تیم کامپیوت داشتیم که من و علی جوادی و محمد معصوم بود. یه تیم استوریج داشتیم که مهدی خوشنودی و من اسم خوب یادم نمیمونه. دیفه. آره. طول میکشه. آره اون دوستمونم یادم نیست. خلاصه دوتا تیم خیلی کوچیک بود دیگه، یه تیم کامپیوت بود، یه تیم استوریج. آره. کامپیوت رو مجازی سازی و کانتینر، اون فقط استوریج میده. این اسم کامپیوت دیگه در ادامه موند تا اون جاهای بعدی. اون موقع تنها چیزی که تو ذهنمون بود این بود که کوبرنتیز رو بتونیم ستاپ بکنیم به شکل درستی و بتونیم معرفی بکنیم، در اختیار تیم‌ها بذاریم و بتونیم کمکشون کنیم که شروع کنن استفاده کردن. فکر میکنم تا یه سال اول همین اتفاق افتاد تقریبا فقط. البته تیم کامپیوت، حالا تیم استوریج داشتیم، اونا یه استوریجی داشتن که بهش میگفتن استوریج های کپ. تیم کامپیوت هم خودش یه استوریج داشت، استوریج های اوپس که صفر بود. اونم صفر بود، منتها خب به خاطر اینکه این آی او پی اس بیشتری میخواست یه ستاپ متفاوتی داشت. اونم تجربه جالبی بوده، چه هاردی بخریم، نمیدونم چجوری کانفیگ کنیم صفر که آی او پی اس که انتظار داریم اون بهمون بده، نتورکش چه شکلی. چه کاری آی او پی اس بیشتر داشتیم؟ برای چه کاری؟ خب کوبرنتیز استیتفول ست اگه نداشته باشی خیلی سخت میشه با دیپلویمنت به تنهایی که نمیتونی پیش ببری. برای اینکه استیتفول ست و در واقع پرسیستنت ولیوم داشته باشی یه بلاک دیوایس لازم داشتیم، یعنی نتورک بلاک دیوایس که با اون صفحه هایوپس داشتیم اونو فراهم می‌کردیم. ریموت بلاکش رو میدادیم دیگه، همون چیز دیگه. منم اومدم همون داشتیم استفاده می‌کردیم دیگه. آره دیگه این اسم‌ها مونده بود و تقریبا هم اون کلاستر فکر کنم تا مدت‌های خیلی زیادی همون شکلی بود. آره. بعد هی آروم آروم چیزش عوض شده، یا آپدیت شده، چیز شده. بعد اصلا کوبره که کوبره هم که بالاخره فکر کنم الان بعد یه گوشتشن کنار، چون کوبره سرویس کلاودی اومد به قول معروف یه چیزایی نوشتن یا موو کردن رو. بعد این که خب پیاده سازی بود که رسید به چیز که تصمیم گرفته شد کلاودی باشه و چی داشته باشه و ای پی آی باشه و اون پروژه ها و چی شد اصلا تصمیم گرفتین که این هاوسش کنیم پروژه ها رو، چون خیلی چیز بود. اونم دوباره مثل همون بلک اسمیته بود، خب گنده بود، ولی شروع کرده بودیم و خیلی جامو مشکل خورد و فکر کنم الانم خیلی به سختی دیولپ میشه. خب دیگه
اینکه چی شد که به این فکر افتادیم؟ خب وقتی این به هر حال اون مرحله استتاب و معرفی و کمک به تیما انجام شد، یه سری تیما شروع کردن استفاده کردن و خب تجربه هم برای دیولوپرها راحت تر شده بود کار و هم خیلی پایدارتر شده بود سیستما. دان تایما تقریبا حذف شده بود، یه جاهایی حتی استفاده از منابع خیلی کمتر شده بود، چون قبلا مثلا اینطوری بود که هر تیمی یه سری سرور داشت که فقط سرویس خودش رو روش ران میکرد. خب خیلی اتلاف منابع وجود داره تو این مدل. وقتی که اومدیم روی کوبرنتیس خب خیلی بهتر تونست یوتیلایز بشه و کلا تجربه خوبی بود دیگه. آره. اینکه این تجربه جالب بود و تیما راضی بودن، به این فکر افتادیم که خب خوبه شاید این یه سرویسیه که به بقیه هم بتونیم بدیم دیگه. اینکه حالا چی شد که تصمیم گرفتیم بریم خیلی زیرتر؟ یه نکته این بود که با اینکه کوبرنتیس خب خیلی خوب بود همون موقع، هم مشکلات آیزولیشن داشت. نه به این معنی که حالا مشکل آیزولیشن توضیح بدم چیه، اینی که مثلا اون کوبرنتیزی که ما داشتیم مالتی تننت بود، یعنی تیم‌های مختلف داشتن ازش استفاده می‌کردن. خب کانتینرها خودشون آیزولیشن دارن تو سطح خودشون، منتها یه اتفاقی که میافتاد این بود که تیم A دوست داشت مثلا اینگرس کنترلر آپدیت بشه که فیچر جدیدش رو بتونه استفاده کنه. بعد ولی تو حین آپدیت در واقع، یعنی تو این جامپی که انجام شده بود، ورژن جدید غیر از اینکه فیچر جدید داشت، بکواردینگ کامپتیبیلیتی هم داشت. حالا تیم B الان حوصله‌اش رو نداشت یا توانش رو نداشت که بتونه سرویسش رو آپدیت کنه که اون بعد مشکل بکواردینگ کامپتیبیلیتی وجود نداشته باشه. آره دیگه. خلا یه چیزایی مثلا این مدلی، یا توی سری راجبه پالیسی ها، حتی راجبه مشکلات دیگه، برای اینکه اون مشکل حل بشه خب دوست داشتیم که بتونیم کلاسترهای متفاوتی بدیم به تیم‌ها. این کلاستر به اشتراک گذاشته نشه خودش بین چند تا تیم یا بین چند تا مشتری. و خب خیلی در واقع اون تیکه ویرچوالیزیشن، این ویرچوال ماشین که بیلدینگ بلاکیه که توی زیر ساخت لازمه دیگه. وقتی قرار سرویس بدی باید بتونی اونا فراهم کنی. میخوام چجوری رسیدین؟ چون دو تا چیزو میدونم خب شروع کردین دیگه، دو تا چیزو این ها شروع کردین. یکی نتورک پلاگ چیز بود، SDN میتونیم بگیم بهتره، سافر دیفاین نتورکش، و یکی هم کامپیوتیش رو شروع کردین. کامپیوت یعنی وسط ویرچوالایزیشن اومدین شروع کردین. میخوام بدونم که این چجوری دیزاین شروع و یا مثلا فرض کنم چون خیلی چیز باحالی بود، مثلا SDNی که نوشته بودین یه چیز جالبی بود. یعنی من همون موقع با اینکه خیلی موقع سوادم نمیرسید برام خیلی جذاب بود، مثلا چون آنستیبل بعضی موقع ای آنستیبل فلان، من خودم هیجان زده بودم که آقا اینا بریم روش ببینیم چی میشه. خب چون خیلی چیز چی بهش میگن، مثلا مقایسهش که میکردی با مثلا نتورک پلاگینای دیگه مثل کالیکو و اینا، خب خیلی شما فیچر در نظر گرفته بودین. بعد لایه 2 بود، بعد حالا جزئیاتش شاید خیلی هم حالا نمیدونم مهم باشه نه، ولی خیلی چیز جذاب. می‌خوام این چی شد به این دیزاینر رسیدین، یا اصلا فکر کردین که خب ما SDN رو میزنیم خودمون فلان؟ این یه طرح بود، یه دیزاین از بالا بود، یا نه یه چه میدونم هیجان فنی بود؟ یه لحظه گفتیم آقا بنویسیم دیگه تا اینجا اومدیم بقیه‌اش هم میریم. نه خب در واقع بگم اون تجربه خوب که با کوبرنتیز بود، فکری که تو ذهنمون بود اون موقع این بود که
این مدل دیکلریتیو، این که یه سری منیفست داشته باشی، یه سری اسپک داشته باشی که من میخوام زیر ساختم این شکلی باشه، بعد یه سری کنترلر داشته باشی که بیان حالا زیر ساخت تو تغییر بدن اون شکلی که تو میخوای بشه، مطابق بشه با اون اسپکی که فراهم کردی. به نظرم اومد که مدل خیلی راحتیه برای استفاده و مدل درستیه برای فراهم کرد، یعنی در ارائه کردن سرویس های کلادی حالا توی همه مراحلش. پس در واقع این تو ذهنمون بود که یه سری سرویس کلادی بدیم که یه API شبیه کوبرنتیز دارن و از اینجا شروع کردیم. بعد راجع به نتورکش ما نمیتونستیم از اون در واقع اون پروژه این نبود که CNI کانتینر نتورک اینترفیس بده، چون کانتینر نتورک اینترفیس هم داشت، منتها ما دوست داشتیم ویرچوال ماشینا رو بتونیم نتورکش رو فراهم کنیم. اون زمان هیچ کدوم از در واقع نتورک پلاگینایی که بودن این کار رو نمی کردن و یکم رفتیم جلو دیدیم که میشه این کار رو کرد. پروژه خیلی جالبی بود اتفاقا اون SDN، چون میشد توی شبکه هم VM داشته باشی، هم پاد داشته باشی، یه سرویس داشته باشی که پشتش پاده یا VM، یا مثلا لود بالانسینگ قشنگی داشت. خیلی پروژه باحالی بود. چیز بود، گودل بود اسمش، درسته؟ آره اون پروژه اسمش گودل. گودل اسمش از کجا اومده بود؟ همشون ریاضیدان بودن که اسما که میذاشتی؟ نه همشون ریاضیدان که نبودن، دانشمند بودن بیشتر. آره گودل کیه؟ گودل هم ریاضیدان ولی در واقع بیشتر منطقدانه. به فارسی چی میگن منطقدان؟ آیا درسته؟ انگلیسیش چی میشه؟ انگلیسیش هم حالا ترجمهش تو ذهنت مونده. لاجیشن بکنم. من نشیده بودم تا حالا. کارش اینه منطق رو در میاره. نه اتفاقا گودل یه آدمی خیلی مهمیه، هم تو تاریخ ریاضی هم تو تاریخ کامپیوتر. حالا میگم چرا. تو تاریخ ریاضی چرا خیلی مهمه؟ مثلا یه اتفاق خیلی مهم توی ریاضیات اون مسائلیه که هیلبرت طرح کرده بود که مثلا سال 1900 گفته بود که ما این مسائل اگه بتونیم تو ریاضی حل کنیم کار خوبی کردیم. یکی از چیزاش این بود که بتونن یه منطق کامل کانسیستنت پیدا کنن و خیلی ها داشتن روی این کار میکردن. گودل اومد یه کار عجیبی کرد، اومد ثابت کرد که اصلا نیست همچی چیزی وجود نداره. این بهش میگن قضیه ناتمامیت، گودل اینکامپلیتنس تیورم. میگه که یه منطقی که به اندازه کافی قوی باشه که بتونه حساب اعداد صحیح رو بیان کنه، توش گزاره‌هایی وجود داره که نمیشه اثباتشون کرد نمیشه ردشون کرد. یعنی چی؟ یعنی کامل نیست. بعد حالا چه ربطی داره به کامپیوتر ساینس؟ اون روشی که اون داره اون گزاره رو میسازه یه چیزی تعریف میکنه به اسم اثبات پذیری. بعد خیلی شبیه اون همون کاریه که بعداً تورینگ انجام میده راجع به محاسبه پذیری. یعنی کارش خیلی شبیه به اون کار گودله. حالا نمیدونم آشنا بوده با اون کار یا نه، شاید آشنا بوده چون اونم به هر حال خیلی اون موقع ریاضیدان‌ها همشون آشنا بودن با این داستان. حالا اینکه واقعا الهام گرفته یا نه رو نمیدونم، ولی خب خیلی شبیه دوتاشون. یعنی اون مفهوم محاسبه پذیری و مفهوم اثبات
شدن، اثبات پذیری. اوه اوکی. برای من سنگینه، آروم آروم داره سنگین میشه. خب آره قبلش اون که میگم دوست داشتیم یه پروژه‌ای داشته باشیم شبیه، یعنی یه API شبیه کوبرنتیز، یه قبل از اینکه از خود API ماشینری کوبرنتیز بتونیم استفاده کنیم یه پروژه‌ای شروع کرده بودیم که اون API یه چیزی شبیه اون به اون بده، شبیه اون API کوبرنتیز بتونی، چون اون موقع هنوز این کاستوم ریسورس دیفینیشن و این چیزا وجود نداشت. اینجوری بود که میشد تعریف کنی یه سری چیزایی که حالا بعداً اسمش شد کاستوم ریسورس دیفینیشن، میشد واچشون کنی، میشد لیستشون کنی، یعنی API که میده کوبرنتیز. اون پروژه در واقع بیشتر حالت ریسورس منیجر بود، فقط اسمش راسل بود. برتراند راسل هم باز خودش دانشمند بزرگیه، بعداً این پروژه رو گذاشتیم اسمشو گودل. اون پروژه کامپیوت اسمش فیمن بود، اون که اصلا دیگه فیزیک دان. پروژه راسل دقیقا چیکار میکرد؟ یه چیزی بود شبیه هم API، در واقع API سرور کوبرنتیز. همون فقط قسمت چیز که بتونی یه چیزی غیر از کوبر اصلی بزنی. آره اصلا گو هم نبود اون پروژه، ولی خب API که میداد خیلی شبیه بود دیگه، یعنی میشد یه سری منیفست تعریف کنی و بگیری. حالا برای بعضی که نمیدونن، شاید مثلا الان ذهنشون آماده نداشته باشید چون بعد نگاه میکنن، این CRD یه امکانه توی کوبرنتیز که شما میتونی یه آبجکت جدید تعریف کنی و یه API بهش اضافه کنی و چیزی که میخوایی و بهش اضافه بکنی. آره خیلی از چیزا داره الان. چیه جدید؟ یه کایند جدید. آره هر آبجکتی یه کایند داره، یه ورژن داره، یه نیم داره دیگه. در واقع کایند و نیم با هم یونیک میکنه یه آبجکت توی API کوبرنتیز. آره که الان میتونه مثلا دیگه الان همه چی با اون میاد اضافه میشه دیگه. فکر کنم الان هر چیز جدیدی که داریم میبینیم دارن چیز میکنن، مثل چه میدونم سرویس مش، نمیدونم همش داره با اون میاد جدا. دیگه راحتش کن. قبلا خیلی مکافات بیشتری بود، یه چیز قبل از CRD یه چیز کثافت کاری بود، یه چیزی که مینوشتن براش دقیقاً میبندن یه مجبورن تو خود API اصلی یه دونه آپشن اضافه کنن که اینیبلش کنی یا دیسیبلش کنی. یعنی مصیبت الان خیلی کمتر دیگه اون آپشن ها مهمن دیگه. بله. نه اون اصلا خیلی در واقع عملی نبود اون روشی که قبلش وجود داشت. ما هم هیچ وقت از اون استفاده نکردیم. شدنی بود آخر. مثلا توی که وقتی ما که جزء پروژه نیستیم چجوری می‌خواستیم اون شکلی هر دفعه بخوایم آپدیت نگه داریم با اون همه تغییر و نمیدونم. آره خب میدونی کوبرنتیز اوایل یه رپوزیتوری بزرگ بود و همه این کامپوننت ها توی همون رپوزیتوری بودن. الان خیلی بهتر شده، یعنی بعداً سیگای مختلف درست شدن، سپیشال اینترست گروپ، و شروع کردن کد بیس ها رو جدا کردن کم کم. و خب مثلا الان حتی اگه کسی بخواد از یه کامپوننت خاص فقط استفاده کنه یا حالا یه پچی روش بزنه، نمیدونم یه تغییری بده، باز خیلی معقول تره. اون زمان واقعا کار عجیبی بود و عملی نبود که کسی بخواد همچین کاری بکنه. منتها قبل از CRD دوباره، یعنی این چند تا چیز داره تا برسه به CRD. اول یه مدلی پیشنهاد کرده بودن که چجوری بیاین تو خود اون API یه سری چیزایی اضافه بکنی، بعدن یه third party resource definition TRD، آره یه TRD بعدش اومد که باز همون هم خیلی مشکلات داشت. بعد دوباره ورژن بهترش شد این CRD که بعد قابل استفاده بود و استفاده شد و بعد کم کم بهترم شد. بعد همه اینا رو خودتون داشت یه تیم داشت میزد، یعنی راسل و گودل و فیمن و اینا رو همه رو داشت خود چیز میزد، یه تیم داشت میزد اون اول. خب اون راسل که در واقع
پروژه‌ای نبود که هیچ موقع واقعا ازش استفاده بشه، یه جور بیشتر proof of concept بود مثلا. موقعی که دیگه حالا مثلا به یه نسخه رسیده بود که دیدیم میشه ازش استفاده کرد، همزمان شد با این داستانایی که حالا کوبرنتیز تقریبا فراهم کرده بود اون امکاناتو، یعنی همین custom resource definition منتشر شد و اینا سویش کردیم، یعنی اون بقیه پروژه ها از اول روی اون پایه بود. ولی گودل و فیمن جفتش یه تیم بود دیگه، آره، تو تیم کامپیوت. اوکی. و بعد از یه جایی فکر کنم جدا شد و بعد شما شدی گودل و بعد جدا شد. من تا جایی که یادمه تا آخرین موقعی فیمن من دست باقر نبود، من اشتباه میکنم؟ باقرم تو کامپیوت بود. داشت همش با هم. من چرا همش فکر کردم تو فقط رو گودل کار میکنی، نمیدونم چرا من همچی فکر میکردم. نه خب گودل راستش بخوای حالا جفتشون پروژه مهمی بودن، منتها خب اون پروژه ویرچوالیزیشن خیلی اسکوپ محدودتری بود و فیچرهایی هم که لازم بود خیلی محدودتر بود. گودل پروژه بزرگتری بود و نتورک خیلی قابلیت هایی هست که آدم دوست داره اضافه کنه یا تیما درخواستشو دارن، یا همیشه تو ذهنمون از اول این بود که خیلی قابلیت، یعنی همین الان هم حتی مثلا API AWS هم که نگاه بکنی تعداد در واقع انتیتی هایی که تو نتورک هست خیلی بیشتر از انتیتی هایی هست که تو مثلا ویرچوالیزیشنش هست. اونجا دیگه فوقش مثلا اینستنس داریم، اینستنس گروپ داریم، فلان داریم، ولی تو نتورک که میای نمیدونم گیتوی داری، لود بالانسر داری، VPC داری، بلاک رنج داری، یعنی اینا خب هر کدومش برای اینکه واقعا کار بکنه اون پشتش باید یه کنترلری باشه دیگه. آره خیلی هم سخت چیز شد. من همش دعوا بود سر استیبل بودن شدنش و اینکه جابجاش بکنیم یا نکنیم. همیشه جلسه‌های سر بحث این که رو فیمن گودل بود همیشه جلسه داشتیم، یادته؟ اینکه آیا بریم تو ابزار اوپن سورسی یا همین ادامه بدیم. من جلسات بحث و آره به لحاظ استیبل بودنش استیبل بود و شاید بگم فیچر، یعنی یه چی در نیازهایی مطرح میشد که این گفتن خب بریم مثلا. نه اونم امیدوارم که من اشتباه تو ذهنم نباشه، ولی خب اتفاقی که افتاد این بود که اون موقعی که خب تصمیم بر این شد که بریم این API رو فراهم بکنیم، سرویس کلادی بدیم به بیرون، اولین سوال که مطرح شد این بود که خب حالا سرویس کلادی برای کی؟ مخاطب هدف کیه؟ و حالا توی اون گفتمان‌های اولیه تصمیم بر این شد که ما هدفمون تیم‌های کوچیکن، یعنی سازمان‌های کوچیک و تیم‌های کوچیک، استارتاپ ها بیشتر. حالا اینکه چرا هدفمون اون بود، به هر حال تصمیمی بود که گرفته شد. یه سری مزیت داشت، یه سری معایبی شاید داشت، ولی خب اون موقع به این نتیجه رسیدیم که اینطوری پیش بریم. و خب اینکه چرا فیمن و گودل این شکلی طراحی شده بودن این بود که خب بتونیم تعداد زیادی مشتری ولی مشتریای کوچیکو ساپورت بکنیم. مثلا یادم اومد آره مثلا گودل میتونست کلی شبکه مجازی درست بکنه که مستقل از هم دارن کارشون رو میکنن. خب این یه چیزی بود که وقتی تعداد زیادی مشتری داری معنی داره. آره. بعدن اون بحثایی که شروع شد از جایی شد که یه دفعه تصمیم بر این شد، حالا یه دفعه یعنی مثلا خب چندین فاز توسعه رد شده بود، این پروژه ها در حال استفاده بود. همون موقع مشتری، یعنی اون کوبرنتیزی که داشتیم، حالا مثلا تیمای دیوار یا تیمای بازار داشتن ازش استفاده میکردن، اون کلاسترایی که وجود داشت همون موقع هم نتورکش گودل بود و
کارم داشت میکرد و خیلی هم خوب بود اتفاقا و یه سری مشکلات هم حتی حل کرده بود که اگه گودل نبود نمیتونستیم راحت حلشون کنیم. ولی سوال این بود که خب حالا اگر قرار باشه از این به بعد به مشتری بزرگ فکر کنیم سولوشن چیه؟ همون موقع من نظرم این بود که اگر قراره فقط به مشتری بزرگ فکر کنیم بهترین کار، با وجود اینکه پروژه‌ای بودن که من خیلی دوستشون داشتم، خیلی روشون وقت گذاشته بودم، خیلی چیز یاد گرفته بودم ازشون، حالا نه من، تیم من، همه، همون موقع هم نظر من این بود که اگه قرار باشه به مشتری بزرگ فکر بکنیم بهتره کلا جایگزین کنیم. آره من اصلا اشتباه گفتم، راست میگی، اصلا موضوع چیز نبود، موضوع سر دقیقاً هدف پروژه بود. من اشتباه چیز شد. ادامه بحث. آره عذرخواهی میکنم. نه توش. چقدر چیز بود، برو بیا داشت. آره همیشه جلسات میرفتیم جلسات هیجان انگیزی بود. من تو جلسه نمونم ولی از خروجی جلسه وقتی همه منم بیرون میفهمیدم که خیلی در حال چالش بودیم تو جلسه. آره خیلی بحث مفصلی دقیقه. و بعد اونجا بود که فکر کنم اون قسمتی بود که قسمت کوبرنتیس که تیم من بودم شروع شد. یعنی یادم تیم چیز جدا شد، یعنی تیمی که کوبرنتیس کانتینر که من بودم جدا شد و همون موقع البته من الان که نگاه میکنم به خودم میگم که چرا دادن دست من با یه سری دیولپر، منی که از محصول سر در نمی آوردم، هنوز برام سواله. ولی خب آره اون موقع یه تیم چیز اومد. من باید یه لحظه برم دم در. نه اوکیه. داشتم میگفتم یه چیزی بود که موقع لحظه‌ای بود که تیم به قول معروف یه تیم دیوابس داشتیم اگه باشه، اون تیمو عملا حذفش کردن و یه تیم کوبرنتیز کانتینر جدا شکل گرفت که بشه از سرویسش رو به قول معروف پیاده بکنیم. و آره من شدم و من حالا شوخی میکنم که میگم چرا، ولی اینجوری بود که خب من هیچ تجربه نداشتم دیگه، یعنی من نمیدونستم قرار دیولپرها رو چجوری راهنمایی کنم و اونجا بود که من حسن رو باز دوباره کشف کردم. آره خیلی چیز لحظات جالبی بود راستش بخوای حسن، ولی واقعا چیز بودی به اسم به معنای واقعی برای بچه‌های کم سن سال من کشفت کردم. اینو بعد به خودم چیز میکنم چون همه فکر میکردن که آدم چیزی هستی، بد اخلاقی هستی. خب بعد یادته، بعد نمیدونم یادت هست یا نه، خواست من با بچه تیم صحبت کردم، گفتم آقا مشکل چیز داریم، من که نمیتونم تو دیزاین سیستم و اینا کمکتون کنم، بیایم از حسن بپرسیم. بعد همشون نگرانه که با حسن میشه صحبت کرد. آره اینو چندین نفر حالا بهم گفتن، چندین نفری که حالا الان دوستان هستن یا حالا آدمای دیگه گفتن که ما اول خیلی میترسیدیم بیایم سراغ تو. شاید یه دلیلش اینه که من موقعی که کار میکنم خیلی جدیم و اون جدیت تو چهرم کاملا نمایانه. و جالب اینه که نظرشون سریع برمیگشت، یعنی اینجوری بود که من فکر کنم چند نفر رو فرستادم سراغت و بعد همشون برگشتن فیدبک دادن، یعنی اینجوری بود که خیلی براشون شوکه کننده بود که حسن چقدر راحت کامیونیکیت میکنه. بعد گفتم که والا منم دفعه اول چیز کردم چجوری برداشت کردی، سخته. آره یعنی هیچ کس ترای نکردم قبل ترای با همون چهره‌ای که مواجه شدم که جدی داری یه چیزی فالو میکنی. خلاصه گفتم خب نه خب قبلش هم بودن، یعنی این که میگم حتی قبل از شما هم یه عده‌ای اینو مطرح کرده بودن. من منتها یه چیزیه که هر آدم جدید میاد دوباره با همون صحنه مواجه میشه و ظاهرا همون حسو داره. من خیلی سعی کردم بهتر باشم ولی خب مثل اینکه خیلی موفق آخه با چیزت فرق میکنه، با شخصیت خودت فرق، اون چیزی که برداشتی که میکنن با چیزی که هستی فرق میکنه دیگه. یعنی مشکلش اینه، یعنی علتی که یعنی تو لازم نیست قرار نیست خودت عوض کنی، فقط ببینی نگاه اول چی میشه، اونا فکر میکنن نمیشه ارتباط گرفت. آره خلاصه جالب بود.
اینکه بعد من با بچه صحبت کردم، با نیکان و محمد کلانتری بود صحبت کردم که آقا با حسن صحبت کنید، من که تو قسمت کد و دیزاین نرم افزار الان نمیتونم کمکی بکنم، بیاین با حسن صحبت کنید. بعد اونا اولین چیزشون این بود که اصلا میشه صحبت کرد. گفتم آره چرا نمیشه صحبت کرد؟ و بعد که دیگه خلاصه قضیه جا افتاد توی عملا یه تیکه قسمت چیز عملا دست خودت بود. من عملا فقط سعی می‌کردم جلسات رو منیج کنم، بچه‌ها تو جلسه داشته باشن. آره خب تجربه جالبی بود. یه سری یعنی وقتی سازمان داره بزرگ میشه، راجع به این که حالا ساختار تیم‌ها چه شکلی باشه، نمیدونم پروژه ها چه جوری تقسیم بشه، این یه بخشیه که همیشه سخته و یه مواردی هم به بهترین شکلی که میشده شکسته نشده. مثلا تو همین مورد شاید میشده به شکل بهتری تیم‌ها تقسیم بشن، ولی خب میدونی در واقع این که بر اساس اینکه نیروهایی که داری چیند و بیای تیم‌ها بر اساس اون بچینی، یا در واقع تیم داری حالا میخوای پروژه رو بشکنی، این به نظرم کار اشتباهیه. باید ببینی که پروژه چه جوری شکسته میشه، بعد تیمو برای اون پروژه درست بکنی یا حالا تغییر بدی. یه چیزی هست میگن توی چارت سازمانی، میگن که باید ببینی کیا قراره با هم کار کنن اول، یعنی اون ارتباطه عملا چارت میسازه. یعنی که شما مثلا بگی آقا مثلا 4 نفر زیر با بهراد کار کنن ولی عملا مجبورن با مثلا حسن کار کنن، خب عملا تو چارت حسن هم یه جورایی میدونی چی میگم. این هم یکی از چیزایی که خیلی من تو چیزای دیوابسی هم خیلی خواهم. من اون طرفش رو بیشتر میبینم که مثلا اون که ببینی حالا مثلا ما تیم دیوابسی داریم، بعد به اشتباه تصور کنی که خب الان اولویت کاری که دارن میکنن مثلا شاید کمه، بیایم یه کاری که اولویتش زیاده رو چون تو اون تیم جا نداریم بذاریم تو این تیم. این تصمیم درستی نیست به نظرم. جفت تصمیم اشتباهه. این که اون کاری که اونا دارن میکنن اولویت نیست اشتباهه، اونم که این پروژه رو بهشون بدیم حالا بهشون میخوره یا نمیخوره اونم اشتباهه. ولی کلا هم چیزی که فهمیدم حتی اینجا هم من فکر میکنم من دیگه تو چیزم دیگه ویزا هم عملا شرکت بزرگه، فکر کنم تغییراتشون 2 سال طول کشید و ما 6 ماه یه بار هی چنج میکنن تا اون چیزی که میخوان توش در بیاد. یعنی بله خب بعضی موقع دقیقاً آره خیلی. و الان من با بچه‌ها صحبت کردم، الان ساختار چیزتر شده، منسجم‌تر شده. ما دقیقاً اون لحظه اون دوره‌ای بود که داشتن ترای می‌کردیم ببینیم این چجوری این تیم رو بشکنیم، هی عوض می‌شد ساختار و چیزا و هی میشکندیمش، از این می‌کشیدیم می‌بردیم اون ور، از اون ور می‌ذاشتیم این ور تا اینا با هم دیگه تراز بشن اون ور. ولی تجربه خیلی جالبی بود توی چیز. مثلا من برام جالب بود که بچه‌های دیولپر کار کردم و سعی می‌کردم خلاصه از زیرش در برم بندازم گردن تو. خب یه چیزی، 2 تا پروژه فکر کنم هنوزم هست من چیزی که پیگیری کردم، ولی پروژه کنارش همون چیزی که تو هم گفتی هم در نظر گرفتن که الان پیش بینی پروژه‌های بزرگم دارن میکنن. حالا من در مورد جدیدش نمیخوام حرف بزنم چون فکر کنم جدید از نظر استراتژیک درست نیست در موردش حرف بزنیم، برای چیزای شرکته، ولی خب قدیمیه رو میشه حرف بزنی، کسی شکایت نمیکنه. آره بعد اتفاقا اونم پروژه خیلی خوبی بود، پروژه گوده. آره هنوزم که هنوزه، چون آخه اول قرار بود اوپن سورس باشه، همون زمانا من یه چند بارم ترای کردم که اینو پوش کنم که اوپن سورس بشه. اگه میشد اتفاق خیلی مثبتی بود، یعنی به نظرم خیلی هم به اعتبار اون مجموعه کمک میکرد و هم میتونست درآمدهای دیگه ای ایجاد بکنه، مثلا هم درآمدهایی که الان پروژه‌های شبیه اون دارن
خیلی پتانسیل داشت ولی خب متاسفانه خوب پیش نرفت اون تیکش دیگه. دیدش نبوده که اوپن سورسشون نگران بود تا اونجا که یادمه، همیشه خیلی نگران آره بودن از اوپن سورس کردن. همیشه یه سری نگرانی راجع به این که حالا مشکلات امنیتی آیا ممکنه ایجاد بکنه یا نکنه، در حالی که خب عملا اینطوری نبود. به نظرم جا داشت و میشد. حالا شاید باید یه سری کار انجام میشد که وضعیت بهتری پیدا کنه، ولی خب قابل انجام بود و نشد دیگه. ولی خب هنوزم که هنوزه گاهی با خودم فکر کنم خیلی پروژه دوست داشتنی بود، چون در واقع اولین تجربه منم بود با شبکه. اولش هیچی از شبکه بلد نبودم، بعد دیگه به جایی رسیده بودیم که خب حالا مثلا تو لایه فلان میخوایم بهمان کنیم چجوری میشه. خیلی دانش خودم خیلی افزایش پیدا کرد و فکر کنم اعضای تیم همه، هر کسی رو اون پروژه کار کرد خیلی چیز یاد گرفت. پروژه خیلی متفاوتی بود. یعنی مثلا من اون سری یادمه فیچرها که ازتون میپرسیدم تو هیچ پروژه مشابه فکر کنم هنوزم نیست. یعنی هیچ پروژه‌ای با اون سطح از دید به قول معروف من ندیدم هنوز، اقلا تو اوپن سورس یادی. حالا مطمئنا شرکت ها داخل خودشون الان که لوده یه سری چیزا دارن دیگه، دارن کار میکنن، بعد تو اوپن سورسی اصلا همچین ایده و شکلی نیست. و واقعا اگه اوپن سورس میشد که حالا شاید الان بازم بتونیم یقش بکنیم. نه خب الان دیگه مثلا اون پروژه هایی که هستن خب خیلی قابلیت های متفاوتی دارن. نمیگم همه اونا رو دارن، منتها یه بخش اعظمی از اون قابلیت ها رو دارن و خیلی چیز دیگه دارن. خب یه گپ طولانیه دیگه. اگه اون پروژه فعال بود خب میتونست اتفاقات خوب، یعنی میگم اون موقع زمان جالبی بود. الان ولی میشه پیدا کرد تو اوپن سورس ها چیزایی که اکثر اون قابلیت ها رو داشته باشن. کارت را میفته. آره واقعا من همیشه یکی از چیز بود برام، خیلی حال میکردم همچین چیزی داریم. من وقتی هم گفتی که آقا ما بحثشو میکنی که بده اوپن سورس شه، من خدا میکنم این اوپن سورس شه جذاب توی پروژه‌ای باشی که بعد مثلا جزء پروژه خاصم باشه. اون موقع هم خب اول کار به معنای واقعی اون موقع مقایسه میکردی چیز خاصی نبود. یعنی کالیکو هم موقع داشت تازه فیچر اضافه میکرد، خیلی کارش نمیشد بکنه. آره خیلی جذاب بود. خب بریم سر این دیگه. چیز شدیم بعد کی چیز شده دیگه؟ تو چند جا قبل از که بیای بیرون از ایران چند جا عوض کردی؟ نه یه آره یه چند جایی بودم، یه مدت کوتاهی تلویزیون بودم، یه مدت علی جوادی. آره اونجا هم علی جوادی مدیر فنی بود. بعد گفت که بیا یه پروژه تحقیق توسعه طور داریم که مثلا می‌خوایم این کار رو بکنیم. اونم جالب بود. اونجا هم موقعی که رفتم هیچی از استریمینگ نمیدونستم، بعد ولی پروژه خوبی بود. یعنی یه استریمینگ لو لیتنسی، بعد حتی یه پروف آف کانسپتی که میشه استریمینگ از سرویس هم ارائه داد، بعد چجوری از جی پی یو درست استفاده کنی. پروژه جالبی بود اونم، قسمت های قشنگی داشت. یه مدتی هم برای اینکه بخوایم بری تو همین حد لو لول بعد بری به سمت مثلا کد نویسی های مثلا سی و اینا برای اینکه بتونی اون چیزا رو یعنی آره یه نه دقیقاً توی استریمینگ FFmpeg خیلی قابلیت های جالبی داره. اینترفیسی که داره اینجوریه که تو خیلی کارا رو بدون اینکه بخوای واقعا کد سی بنویسی، فقط کافیه درست تنظیم کنی که الان این کجا اجرا بشه، استریم ورودی خروجی چی باشه، این وسط کدوم کامپوننت ها قرار روش اجرا بشن، چه ترانسفورمیشن هایی روش انجام بشه. بعد خودش خیلی قشنگ همه رو تو سی داره بست میکنه به هم دیگه و خیلی پروژه خوبیه. FFmpeg بی‌نظیر. لازم نمیشه بری پایین کد بزنی به قول معروف.
یه چیزی یادمه که یه جایی فکر کردیم شاید اگه اون کارم بکنیم بهتره، ولی همون هم باز دوباره سولوشن پیدا کردیم. نه سولوشن که نگاهی یه سولوشن پیدا میکنی اون پرفورمنسی که میخوایی و بهت نمیده. یعنی اگه خود پیاده کرده بودی پرفورمنس بهتر میگرفت، ولی معمولا اینطوریه که اگه از FFmpeg استفاده کنی پرفورمنسش از اون کاری که خودت میکنی خیلی بهتره. خیلی پروژه هیولاییه. خب یعنی آخرین پروژه به تلویزیون بود یا نه باز بعد دوباره جابجا شد؟ بعدم یه استارتاپ دوستان بود که یه مدتی بودن اونجا، یه سری کارهای بلاکچینی و این چیزا هم جالب بود. اونجا هم دوباره همین بود. اون موقع که رفتم هیچی راجع به بلاکچین ها نمیدونستم، ولی بعد از چند وقت داشتیم رو چند تا نتورک مختلف کار میکردیم. اونم خیلی چیزای آموزنده داشت. من کلا از این نظر اقبال خوبی داشتم، هر جایی که رفتم تونستم کلی چیز یاد بگیرم و تجربه‌های جالب داشته باشم با آدم‌های جالب و خفن و گول کار کنم. یه چیزی که هست اینه که چیز دیگه معمولا موضوع اصلی اینه که خب میشه رو حساب کرد که با زیر چیز جدیده کم نمیاره دیگه. اصل موضوع همینه. مثلا چه میدونم به من یه تغییرم زیاده گنده باشه و زیادی صفر باشم قشنگ زیر بارش میمونم. بعد عذاب میگیرم که حالا چه کنم. اینطوری که نیست. تو هم میدونم که خیلی ورژنایی داشتی که یه کار جدیدی شروع کردی و خوب از پسش بر اومدی، ولی خب اونم خودش در واقع یه سری تریک داره دیگه. شاید چندین بار این کار کرده باشی دیگه میدونی که چجوری باید ورود کنی. شاید، مطمئن نیستم. جالبه حالا من یه کمی تعریف کنم، هندونه بذارم زیر بغلت. حالا چون خودت همیشه میگی چیزی نیست و اینا، ولی یکی از چیزای تجربه‌های باحال تو کافه، من یه سری چی میگن نمیتونم اسمش نمیدونم چی بذارم، فیوریت پروگرامه. من از یه سری از برنامه‌نویسای کافه مثل خودت و حالا بعد میگم اسمای دیگه، بعد اینا چیز بودن، برنامه‌نویسای مورد علاقه من بودن. خب چون اصلا کار کردن یه جور دیگه بود، خیلی جذاب بود. اصلا علت که الانم حتما گفتم با هم صحبت کنیم همین بود. تجربه خیلی متفاوت بود. یکی با تو خب دقیقاً من نکته اینجا بود که خب هر جا من دیتا می‌خواستم دقیقاً دیتای عمیق می‌گرفتم. یکی از من آدم وسواسی هستم تو دیتا گرفتن. یکی مثلا دیتای دم دستی بده بگه خب حالا اینو بزن درست میشه، بدونه که بهم بگه چرا اینجوریه. میگم آقا ولم کن، من برم یکی دیگه بپرسم. خب لطف داری. خوشحالم اگه اینطور بوده. آره. بعد یکی از این موضوعاتی که خب همیشه هر موقع بحث کردیم با هم خیلی جذاب بوده و اینکه هم خب اصلا روش کار جذاب بود. من همیشه اینکه اینقدر فوکوس داشتی برام خیلی جذاب بود. من تقریبا تو معدود آدمایی همچین چیزی ندیدم. و من حتی یه وضع تو جلسه داشتی کد میزدی، بعد من یه دفعه اقلا با یه جلسه با هم دیگه بودیم. ما خب چون تیم مشترک نبودیم تو جلسه با هم نبودیم، ولی یه دفعه با هم توی جلسه بودیم، تو داشتی جلسه رو گوش میدادی و کد میزدی. من دقیقاً بغلت نشسته بودم. حالا شاید تو خیلی حالا قدم نمیزدم. نه خیلی اتفاق عجیبیه. شاید یه اینسیدنت چیزی داشتی. به هر حال داشتی میزدی دیگه. من چیزی که داشتم میزدم اینه که داشتی کد میزدی و من فکر کردم گوش نمیدی به جلسه، چون سر تو لپتاپ بود داشتی کد میزدی. بعد جلسه یهو جا وسطش رسید، یهو اینجوری کردی لپتاپو گوش کردی، گفتی نه ببین اینجوریه. من گفتم آده داشت کی داشتی گوش میدادی؟ داشتی کار میکردی. آره. و خیلی فوکوست یه موضوع این که میگه عجیبه، یا خیلی جوان بودم یا اینکه یه کار کوچیکی بوده، مثلا یه اینسیدنتی پیش اومده میدونستم باید چی کار کنم، اون کار کردم و در واقع اون لحظه داشتم فکر نمی‌کردم به اون کاره، داشتم پوش می‌کردم، فقط داشتم در واقع تایپ می‌کردم.
آره من از بغلت نشسته بودم داشتی کد میزدی. حالا بمانم. آره من حالا اینا رو صحنه‌ها رو فقط به عنوان جذابیت قضیه تعریف میکنم، ولی خب مهمترین قسمت کارهایی که مثلا گهگاهی با هم مشترک حتی ترابل شوتینگ‌های کوچیک کردیم یا هر چی، و تو کافه خیلی از این بچه داشتیم برنامه‌نویسا که اینجوری بود، خیلی جذاب بود باشون کار کردن. بله. آره من با تو خیلی حال می‌کردم هر دفعه یه موضوع پیش اومد. با مهدی خراط بود خیلی حال می‌کردم. مهدی هم خیلی آدم چیزی بود. آره جزئی نگر بود، یعنی اینجوری بود که بعد پر بود و مثلا یه کاری که می‌خواست بکنه یا یه چیزی که مشکل پیدا می‌کرد خودش هم می‌اومد. مثلا یادمه تو کوبر یه مشکل پیش اومده بود، خودش همراه من داشت ترابل شوتینگ می‌کرد و با چه جزئیاتی، یعنی مثلا وقتی داشت اون جزئیات بر من میگفت گفتم برای چی از من چیز سرویس میگیری؟ خب خودت بشین حلش می‌کنی، احتیاج من نداری اصلا. و خیلی خوب جذاب بود، خیلی جذاب بود. آره تو کافه خیلی آدمای مدلی زیاد بودن و یکی از افسوسایی که من دارم، حالا اونایی که نزدیکتر بودن، حالا یا تیمایی که به لحاظ موقعیت مکانی یا تعاملات تیمی باعث می شده که آشنا بشن، بیشتر با بچه‌ها آشنا بودم. ولی خب مثلا مهدی خراط و من خودم هیچ موقع این سعادت رو نداشتم که یه کار نزدیک با هم بکنیم و بعض وقتا افسوس میخورم که چقدر آدمای جالب اونجا بودن که دوست داشتم مثلا یه کاری بتونیم با هم بکنیم یا یه بابی باز بشه، گاهی یه گپی بزنیم. ولی خب از یه طرفی هم همیشه کار زیاد بوده، همیشه سرمون کار بوده و اینا. شاید من خودم مدلی نیستم که خوب ارتباط بگیرم. کلا هر آدمی یه سری ویژگی داره که اون ویژگی‌ها یه جایی کمکش میکنه. مثلا همین که میگم خیلی تمرکز زیادی دارم، یه ویژگیه که خب یه وقتایی خوبه، مثلا خیلی راحت میتونم کار بکنم توی شرایطی، ولی از اون طرف بعده که نتورکم رو راحت نمیتونم بزرگ کنم. حواسم همون جایی که هست باید کار با هست الان. میفهمم چی میگی. ولی خب من برعکسش همش داشتم ول میتابیدم تو کافه دیگه. کلی خب بعضی وقتا من یادم تو یه مدتی اصلا دنبال کار میگشتیم، پس ما الان تسکمون کو؟ یکم اون بازه زمانی آشفتگی عجیبی پیش اومده بود، این تیما به قول تو میشکست، کارها درست تقسیم نشده بود. آره من دقیقاً اون چرخده با خاطر بود که هی تیم ما داشت ساختارش عوض میشد برای اینکه اون پیدا شه. من داشتم هی این ور اون ور با هر کی صحبت میکردم و داستان خیلی چیزا رو هی داشتم سعی میکردم که جامو پیدا کنم ببینم کجا میشه چی کار کرد. آره و اون تون این گشتنه برای من یه جذابیتی که داشت اینه که با خیلی آدما چیز شدم، یه کارایی کردم، حرف زدم، یه سری آدما رو فهمیدم یه چیزایی دارن که مثلا بعضی ما رو نمیکنن. خیلی هم بچه‌ای داشتیم که بعضی ما رو نمیکردی، یعنی وقتی از کافه رفتن این مثلا اینجوری بود فازش که آقا من نشستم کارمو دارم میکنم دیگه، من کارمندم فلان. بعد لحظه که مثلا یه موضوعی پیش اومد میبینی که آقا این بیش از این حرفا میشه کار ازش کشیدا، آقاش بگه نشسته یه گوشه‌ای برای خودش داره یه کار کوچولو میکنه. آره و بعد یه هوی دستوش در میاد که آقا مثلا تو همین گشتنا بود مثلا یه مشکلی میخوردی تو همین حین گشتن یه نفر زیادی داره دیتا رو میکنه، بیش از این حرفا دیتا داره. و کافه هم چون اجازه اینو میداد که باشی بفهمی اگه جادت میخواد با تیم دیگه ای حتی ارتباط بگیری امکانش بود، چون بعضی جا نمیشه اینقدر چیز نیست، ولی کافه امکانش بود دیگه، میتونستی با هر کی خاصی کمک بگیری، کار کنی، حرف بزنی. ولی خب اون طرفش هم بود تا یه حدی، ولی فکر میکنم میتونسته بهتر باشه. حالا که داری میگی شاید مثلا اون مدل، حالا اون موقع تیم لید بود فکر کنم یا چی، یه سری آدمای دیگه ای اینو
مطرح کنن که مثلا فلانی هم برای خیلی کارا به درد میخوره یا مثلا تواناییشو داره که درست تر از توانایی ها استفاده بشه. میدونی بعضی وقتا خب بعضی آدم ها خودشون دنبال این نیستن که بخوان یه چیز دیگر تجربه کنن، حالا یا این که منظورم اینه که فعالانه با آدمای دیگه تعامل نمی‌کنن، ولی اگه کمک بکنی که تعاملش شکل بگیره شاید اتفاقات خوبی بیفته برای کل مجموعه. آره. یه چیز داره، من دقیقا مثلا اینو مثلا درستش هم خیلی واقعا همین هست. خیلی که از بچه‌هایی که مثلا روی یه چیز تمرکز کردن داره کارشو میکنه، مثلا بعضی ما وقتی بهش میگفتی خب چرا مثلا آقا تو حرکتی نمیزنی، حرکتی که مثلا من دارم استارت میزنم تو باید بزنی چون دیتاشو داری، اون اینجوری بود که ببین من نمیتونم مثلا حالا اقلا مواردی که دارم من نمیتونم مثلا فرض کن انرژی ذهنی رو الان بزنم رو این که من بیام اینو درست کنم، ولی مثلا اگه من پا میذاشتم اون میگه خب حالا که تو پا گذاشتی من بده من این تیکشو انجام میدم. یعنی مشکلش دقیقا اینجوری بود که از درش این تمرکز منو به هم اقلا حالا نمونه هاشو دارم میگم چون من یکی دو مورد اینجوری تجربه کردم، حسشون بود که اوکی اگه تو هندلش میکنی من قسمت اون فنیشو من چیز میکنم، آره بده من هندل میکنم. مشکلش این بود که نمیخواستن چالش مذاکره و نمیدونم چالش راضی کردن اینا رو داشته باشه. یکی از حالا شما دوست نداشتی چالش مذاکره. آره و من یادم حتی من تو بحث دیوابس و ما خیلی اصرار داشتیم که خب این مشکل داره دیگه، یعنی روند دیوابسیمون احساس میکردیم که مشکل داره. و خود من اون موقع خب برام دیوابس و کوبر و ساختار و اینا همه جدید بود، فقط میدونستم در حد چیزایی که خب آما خونده بودم و خیلی پراکنده در حد مقاله میدونستم که خب ساختار مشکل داره، ولی کافی نبود برای تقریبا. یادم اون موقع صبحگل رو من پیدا کردم، فهمیدم که خیلی خوب میدونه این ساختار چجوری کار میکنه و بعد من اینجوری بود یقه صبحگل رو گرفتم، محمد علی صبحگل، امیرعلی ببخشید میگم محمد، امیرعلی صبحگل گرفتم بردم تو جلسه با حسام، گفتم که ببین مشکل داریم، امیرعلی بهت میگه چه مشکلی داریم، چون خودم نمی‌دونستم توضیحش بدم. و دقیقا اینجوری بود. من جالبه که اول با حسام صحبت کردم که مشکل هست که خب بیا صحبت کنیم، بعد خب من گفتم میرم تو جلسه چی بگم الان دانشم کافی نیست، دست امیرعلی گرفتم گفتم بیا تو جلسه برای حسام توضیح بده که مشکل چیه. و بعد جلسه‌های دیوابس تشکیل شد و دیگه بچه‌ها رو جمع کردیم، دوباره من جلسه رو تشکیل میدادم، امیرعلی صحبت میکرد. خلاصه جالب بود، هماهنگی خوبی بوده. آره امیرعلی هم که الان فیسبوکه، آره یعنی رفت آمریکا. آره خلاصه جالب بود، بحث جذاب بود، خیلی جالب پیش می‌آمد. به قول معروف اون همه آدم اونجا بودن، بعضیشون به قول معروف رو نمیشد، اون توان اجراییشون رو نمیشد. آره متاسفانه خیلی بچه‌های توانمند زیاد بودن. آره یه چیز داشتیم دیگه، یه بحثی هم با رضا داشتیم، رضا میگفت که ما چیزی که تو الگوها کم داشتیم مثلا این بود که یه سری استانداردها باید میذاشتیم که اون استانداردها رو نذاشته بودیم. یعنی ما کالچر رو مثلا از فرهنگ شرکت بزرگ کپی کرده بودیم، آورده بودیم، یه سری ساختارا رو آورده بودیم، ولی استانداردها رو کم بود. یعنی اینکه یه سری چیزا رو فالو کنیم. یعنی چی میگن، مثلا میگم شما وقتی تو گوگل و فیسبوک و اینا درسته که آزادی هایی هست فلان همه کارشون میکنن، از اون طرف هم یه سری استاندارد شما باید یه تلاشی بکنی، یه انگیزه ایجاد میکنی که طرف یه مبارزه‌ای بکنه، یه به قول معروف اونو فکر میکنم تو ما ساختارامون کم داشتیم که باعث بشه آدما شروع کنن به چالش کردن خودشون، یه چیزی نشون دادن این داستانا. من خودم یه حسی که دارم، یعنی اون وقتی که تیما کوچیک‌تر بود خیلی همه موارد بهتر بود. خب شاید
آدما بهتر همدیگر رو میشناختن، توانایی همدیگر رو شاید بهتر میدونستن، راحت‌تر میتونستن با هم تعامل بکنن. تعداد مسائلی که باید بهش میپرداختن شاید محدودتر بود، ولی وقتی تعداد تیم‌ها، تعداد کارات بزرگ میشه، زیاد میشه، یه اتفاقی که اونجا افتاد این بود که یه سری از این در واقع نکات بود که نیاز به پایش داشت و باید فعالانه تر بهش فکر میشد و براش اقدام میشد. متاسفانه فکر میکنم اونجا، البته فکر میکنم یه چیز عمومی باشه، هر سازمانی بزرگ میشه تا بیاد اون سر شکل خودش رو بگیره، استاندارداش رو پیدا بکنه، فرهنگش رو بتونه حفظ بکنه یا تبدیل به یه فرهنگی بکنه که حالا توی این تعداد نفرات جواب میده، طول میکشه. و خب این یه بازه گذاری بود که این اتفاقا افتاد. حالا امیدوارم بعدش حل شده باشه، ولی اون موقع خیلی مشکل وجود داشت. نه من چیزی که پرسیدم الان خیلی چیزا اصلاح شده و یه چیزی که فهمیدم هم اینه که علت که ما انقدر همش احساس میکردیم که دیر داره میشه این بود که تو ایران همه چی فوری تره دیگه. میدونی مثلا همه بیشتر از تاش 2 سال 3 سال میمونن توی شرکت دیگه، بعدش جابجا میشن. ولی اینجا مثلا طرف 10 سال 15 سال ما آدم داریم بازنشسته شده تو شرکت، یعنی که کل عمرش رو توی شرکت بوده. برای همین یه همچین جابجایی براش مثلا اینجا خیلی طبیعیه. مثلا یکی بیاد توی چه میدونم یه ایونتی بیاد بگه مثلا می‌خواستیم دقیقاً عین چیزی که من دیدم دیگه، گفت آقا دیوابس بیاد که 3 سال طول کشید. خب یعنی 3 سال این ماکرو سرویس نکرده بگی داشته ماگرت میکرده، داشته فقط کالچرالی یه کمی تغییر میداده. این تغییر کالچره برای 3 سال خیلی چیز طبیعی و نرماله که آقا من یه پلن 3 ساله برای پیاده سازی کالچر دیوابس دارم. ولی شما تو ایران 3 سال اصلا آدمات نبودن که بخوان ادامه بدن. بله. برای همین همیشه برای ما اینجوری بود که داداش دیره، بیا زودتر عوضش کنیم اینو یه تست چنجی بدیم یه کارش بکنیم. دیگه اینم یه مشکل بوده، حالا فکر میکنم الان بدترم شده باشه احتمالاً، ولی اون موقع همین جوری بود دیگه. بیشتر این بود که آدمایی که بودن، کما این که داریم میبینیم الان تقریبا هیچ کدوم از اون آدماتی که اونجا نیستن. آره دقیقاً. خب پس اصلا نمیشده برنامه‌ریزی انقدر بلند مدت بکنی و از اون طرف هم به لحاظ اقتصادی هم اصلا نمیتونی برنامه‌ریزی اونقدر بلند مدت بکنی. چون همه چیز عوض میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی اقتصادش بالا پایین میشه اصلا. آره. خیلی عجیب غریب چیزی. جزو چالش‌های کار در ایران. آره اینجا خیلی چیزه. من میگم الان تجربه من اینجوریه که ما 2.5 سال داریم تغییر میدن. 2.5 سال من پوزیشن من تو همین 2 سال چند دفعه عوض شده. آره خب یه جوری میگی انگار که فقط دارن تغییر میدن کار دیگه. بابا کارشون هم دارن میکنن، تغییرم دارن میدن. آره نه آدم از من اتفاقا برعکس دارم میگم که خیلی با سعه صدر و اینجوریه که نتیجه رو قرار نیست مثلا اینجوریه که کمترین نتیجه تو چنج اینجوریه که 3 سال بعد. یعنی من اینجوری بودم که مثلا من حتی تو پروژه خودم هم می‌خواستم بیام بیرون، گفتم چه وضعشه همه چی به هم ریخته، ولی مثلا امروز یه تغییر اعلام کردم و من گفتم که نه تموم شد داره انجام میشه دیگه. یعنی بالاخره بعد از مثلا 2 سال خورده‌ای تغییر که دیگه من قشنگ کلافه بودم و مثلا چه خبره، یهو امروز مثلا یکی از آناونسایی که دیدم تو شرکت مثلا بالاخره اون چیزی که می‌خواستیم، اون چیزی که بعد ساختار در بیاد و بشینیم سر جای خودمون به قول معروف بالاخره انجام شد. ولی ماها رو 2 سال پیش گرفتن. 2 سال پیش گرفتن. خب اصلا نه جامون مشخص بود نه معلوم نبود می‌خوایم چیکار کنیم، ولی گرفته بودن که بسازنش. خب بعد 2 سال خورده‌ای و تازه الان انانسش رسید تا بیاد به قول معروف ما بشینیم جا بیفتیم سر مثلا اون ساختاری که اصلاح شده و فلان. ولی خب ما تو ایران هیچ کدوم فرصت اینو پیدا نمی‌کردیم که تغییرات رو ببینیم، چون تهش بعد از
مثلا من الان پیگیری بچه‌ها زنگ زدم بهشون که آقا چه خبر، آره میگن خیلی بهتر، مثلا اصلاح کردیم این اصلاح کردیم، ولی من غیر ممکن بود ببینم، میدونی، یعنی حتی اگه تو ایران می بودم هم بعید بود ببینم تغییرات رو، یعنی انقدر احتیاج. خب البته اون موقع تو داشتی تلاش میکردی که مشکل دیده بشه، حالا اینکه براش برنامه‌ای طولانی مدتی چیده بشم مسئله ثانوی است، ولی اون موقع یه سری مشکلاتی داشتیم که اصلا مشکل لحاظ نمیشد و خب اقدامات آدمایی مثل تو باعث شده که بعداً الان شرایط بهتر باشه. اینم چیز جالبی ها، تو اون موقع اونجا یه تلاشی کردی، الان یه دیگه اونجا دارن کار میکنن و اونا و سازمان الان داره منفعتمون رو میبینه. نمیدونم منفعت ما رو میبینه یا یکی دیگه تغییر داده و اینو بپرسم، اینو بعدم میپرسم. به هر حال آدما اثرگذارن دیگه، ولی میگم یعنی اثرات اینجوری هم آدم میتونه داشته باشه. برای من جالبه. آره ولی اینجا خب اینجوریه که ما تقریبا یه نقطه تهیم دیگه. میدونی اونجا یه شرکتی بودیم که خب چند صد نفری بود، اینجا شرکتی هستیم که چند 10,000 نفره و اون نقطه تصمیم گیرنده انقدر از من دوره، من اصلا تا حالا ندیدمش. یه نقطه یک نفر از راه خیلی خیلی دور داره یه تصمیم میگیره و ما نتیجهش رو میبینیم. خیلی دوره، خیلی دور. یعنی اینم یه مشکلیه فکر میکنم فقط هم مخصوص صنعت نرم افزار و آیتیه. یعنی مثلا فرض کن یه چجوری بگم، اگه بخوایم مثلا با مهندسای مکانیک مقایسه کنیم چه سازمانی باید باشه که چند صد هزار، گفتی چند نفر؟ چند 10,000 نفر، چند 10,000 تا مهندس مکانیک داشته باشه، چه سازمانی میشه به نظرت؟ اصلا نیست همچین چیزی. ما یکم یعنی کلن یه سری مشکلات، یا یعنی خیلی وقتا یه چیزی ترند میشه که مثلا فلان روش منیجمنت، فلان روش نمیدونم مهندسی نرم افزار، نه فلان چیز، این دیگه چاره کاره و یه دفعه میبینی که همه هجوم میارن به سمتش، یه مدت زیادی هم جای مختلفی امتحانش کنن، بعد از یه مدتی هم دوباره معلوم میشه که خب اون مشکلات هم ایجاد میکنه غیر از اون منفعت هایی که داره. این هنوز اصلا خیلی جوونه این داره ساختارش پیدا میکنه دیگه. یعنی آره تا همه چی جدیده. من داشتم چیزم حتی هیچ چند وقت داشتم دقیقاً ساختار تیمی هی سعی می‌کردم مطلب بخونم سر در بیارم اینا. خیلی توش جدیده، همه چی نوعه، همه دارن ایده میدن. حتی من یه چیزم اصلاح کنم چند ده هزار نفرشون همشون برنامه‌نویس نیستن. شرکت اونقدر بزرگه، ولی خب به هر حال موضوعه که مثلا اینجا وقتی میخوای راضی کنی بعد بری یه مدیر خیلی بالاسری رو که مدیر اون چند 10,000 نفر راضی کنی که من میخوام چنج بدم، چون رو بقیه هم افکت میشه دیگه، چون همه دارن اینور محصول اینور استفاده میکنن و این چنج چون افکتش بالاست یه نفر در یه جایی خیلی دوری داره این تصمیم گیری رو انجام میده که میتونه مثلا فرض کن بقیه هم بره. خلاصه این داستانش اینجوریه. خب آقا من بحث یه جور دیگه ببندم. شما الان رفتی بیرون داری چی کار میکنی؟ کار میکنی؟ و چی شد رفتی بیرون؟ تو قرار بود نری، یعنی من یادمه تو میگفتی آقا من دوست ندارم چیزه و من میخوام، رفتی اصفهان و میدونم گفتی که ترجیح میدیم نریم، یه همچی چیزی من یادمه خانمت گفته که نریم و بمونیم همینجا و از این حرفا. بعد یهو من زنگ زدم بهت دیدم این آلمانی چی شد یهو؟ دقیقاً اینجوری بود. من صحنه شوکه شدم وقتی فهمیدم آلمانی، چون فکر کردم که میمونی ایران. خب به هر حال شرایط اقتصادی شاید تو ایران بی تاثیر نبوده. یه جایی هم به این نتیجه رسیدم، یعنی با همسرم و گلناز نمیدونم چجوری راحت تری. آره دیگه یه جایی با گلناز که داشتیم صحبت میکردیم با خودمون گفتیم که اینم تجربه جالبیه، اگه الان تجربه نکنیم شاید دیگه بعداً هیچ وقت تجربهش نکنیم. اینکه توی کشور دیگه توی شهر دیگه زندگی بکنیم در واقع این
بیشتر برامون جذابیت داشت و از اون طرف هم خب اون استارتاپی که توش کار میکردم یه سری مشکلات پیدا کرده بود، باید دنبال یه کار بیگشتم. یه گفتم حالا که داریم دنبال کار میگردیم دنبال کار یه چیز دیگه بریم. تجربهش چطور بود؟ تا حالا تجربه چطور بود که طول میکشه؟ خیلی تجربه هر سالش فرق میکنه. تا حالا خب خیلی چیزای جالب و قشنگ اتفاق افتاده تو همین مدت برام، ولی خب در مورد کار مثلا اونقدر جذاب نبوده برام راستش، الانم نیست. حالا شاید من در واقع اون موقعی که ایران بودم خیلی خوششانس بودم که همیشه میتونستم رو پروژه‌های تحقیق و توسعه تور یا مثلا پروژه‌ای که یه کار خیلی جدیدی دارم میکنن کار کنم. خب نه، این موقعیتی که الان دارم چنین امکانی نیست، اصلا چنین موقعیتی نیست و خب گاهی دلم تنگ میشه برای اینکه هر دفعه یه چالش جدید داشتیم. نمیگم که کار چالش نداره، به هر حال هر کاری یه سری چالش داره، ولی خب عادت کرده بودم به تعداد چالش بیشتر. اینجا چالش های کمتره، مدل مدیریتی به هر حال متفاوته، خیلی ملو و آروم همه چیزا پیش میره. ما مثلا عادت داشتیم همیشه عجله کنیم، تون برسونیم چیزا رو. ولی اون یه حس متفاوت که یه بخشایش خوبه، خب یه بخشایش هم جالب نیست شاید برا من. بر من همجا نتیجه این پادکست نتیجه نبودن چالش الان. شاید با چالش های بیرون کار پیدا کنی دیگه. آره دیگه داری همین کارو میکنی. گفتم که حالا که وقت زیاد داریم دیگه لازم نیست آخر هفته به فکر کار باشیم چیکار کنیم، بذار اقلا با آدم ها حرف بزنم ازشون چیز بگیرم. آره خوبی کردی. من واقعا آره این که پیش میاد اینجا دقیقا اینجوریه که انقدر همه چی کوچیک شده و تقسیم شده. فکر کنم عوض خواهد شد ولی حالا اون بحثش جداست. ولی برای من تو این دو سال اینجوری بود که همش احساس کردم که بی‌فایده‌ام. یکی بحث این بود. یکی از بحثام که خب حالا پادکست برام جذاب بود غیر از اون حس فایده داشتنه، ارتباطات بود. ارتباطات با آدمایی که مثلا بحث کنیم، فنی صحبت کنیم، چالش ها رو حرف بزنیم، زیرو کنی یه چیزی رو به قول معروف. اینم چون خیلی میس کرده بودم گفتم چه بهونه‌ای بهتر از این، یقه آدم‌ها رو میگیریم به اسم پادکست باشه میشینیم حرف میزنیم. آره من گاهی خیلی دلم تنگ میشه اونجا مثلا تو کافه بازار اون موقعی که میگه خب آدمای خیلی متنوع، آدمای معمولا کار درست. حالا معمولا چرا اصولا کار درست. مثلا میرفتیم تو آشپزخونه یه چایی بریزی، یکی رو میدیدیم یه بحثی باز میشد. این بحثای این مدلی که گاهی مثلا از یه چای ریختن، نمیدونم از تو آسانسور رفتن، نمیدونم سر ناهار، خیلی ارتباطات متفاوتی و متنوعی در طول هفته آدم میتونست تجربه کنه که خب خیلی جذاب بود و معمولا هم مکالمات قشنگی بعد از توش در می اومد. یعنی خیلی دلم برای محیط اینجوری خیلی تنگ میشه. حالا اینجا خب من خیلی وقتا نمیرم شرکت، ریموت کار بکنم. اون وقتی هم که میرم شرکت اصلا نیست چنین پتانسیلی. یعنی چی میگم، حالا یا تفاوت فرهنگیه، نمیدونم اینکه آدما از جای مختلف اومدن، یا شاید مدل تیم ما یا اون بخش ما این شکلی نیستن. نمیگم گفتگو شکل نمیگیره ولی از اون جنس نیست. نمیدونم چجوری میتونم آره. من یه چیزی دارم برای فکر میکنم، یه برداشتی خودم دارم اینه که اقلا حالا برای خود من پیش میاد
اینه که مثلا اینجا یکی از بحثایی که پیش میاد، هی دائم دوست دارن بحث غیر کاری بکنن. یعنی حتی تو کار حسشون اینه که بیا در مورد تعطیلات حرف بزنیم. خب مثلا اینجوریه، دوست داره در مورد اون حرف بزنه و در مورد فنیه نمیدونم جذاب نیست، عادت نداره، یا میگه ممکنه ما در جمعی هستیم که الان درش جالبه، چون مطمئنا اینجا هست و خیلی تلاش میکنن که جالب بشه. مثلا آپشنای زیادی اضافه میکنه. نمیدونم شما تجربه کردید مثلا برون بگ و نمیدونم اینجور داستانا. برون بگ داستان ارائه فنی سر ناهاره. خب سعی میکنم با ساختار دادن، در صورتی که این باید خودجوش باشه، چون وقتی رسمیش کردی باز دوباره شکل نمیگیره دیگه. اونجوری یکی بیاد رسما یه چیزی ارائه بده سر ناهار و فلان این داستانا، اون نیست. اون آخرشون بحث فنیه که میری تو زیر و بم یه چیزی میکشی بیرون، نیست به قول معروف. ولی چیز داره، این دقیقا خلاه هست دقیقا. آره بحثی که شکل نمیگیره. من خیلی تلاش میکنم منم که یقه یکی بگیرم یه بحث فنی باز کنم و هیچ وقت شکل نمیگیره. یعنی تا حالا که اقلا اتفاق نیفتاده. خب پس تو هم همین دغدغه رو داری فعلا؟ آره دارم و فکرم نمی‌کنم حلم بشه به این راحتی. شاید باید یه چیز پیدا کنیم، اون جایی که این چیز رو دارن، اون پشن رو دارن، ولی خب هنوز نمیدونیم کجاست این اون تیم. خب حتما هست و خیلی هم در واقع نمیدونم میتاپ‌های مختلف، کنفرانس‌های مختلف. ولی خب از یه طرفی هم من شخصیتم اینجوریه که خیلی راحت نیستم با آدمای جدید ارتباط برقرار کردن. حالا شاید رو اونم باید کار کنم، همون که همیشه داشتم کار میکردم، ولی خب طول میکشه دیگه. وقتی با یه نفری همکاری، حالا حتی اگه توی تیم هم نیستین، به مرور یه آشنایی میتونه شکل بگیره. اینکه این آشنایی رو از اون جنسی که من دوست دارم آروم آروم یه آشنایی شکل بگیره، اگه بخواد توی محیط غیر کاری باشه بعد فاصله دیدارا بیشتر میشه. یعنی میدونید چی میگم؟ خیلی یه فرایند متفاوتیه. اون چیزی نیست که اونجا تجربه کردم. شاید بشه یه جوری پرش کرد ولی اون مدلی نخواهد شد. آره دقیقاً. عالی. در فکر عوض کردن یه نه از اول که اومدی همینجا بودی؟ یعنی شغلو که عوض نکردی؟ نه عوض نکردم. آره. از نظر چیزی راضی هستی ولی در کلیتش یعنی چیزیش فقط مشکل همون چالش هست؟ آره خوبه. به هر حال کار همیشه گاهی اعصاب خورد کنه، گاهی جالبه، گاهی جنسشه دیگه کار. اینجا هم به هر حال بالا پایین داره، گاهی بهتره گاهی بدتره، گاهی یه مسئله اعصاب خورد کن میشه، گاهی یه مسئله جالب میشه، گاهی یه چالش خوبی هست گاهی نیست. ولی خب ریتمش کنتره دیگه. یعنی همه چیز آروم و کنتر و با فاصله و تم اروپایی اینجوریه. ولی به زودی مجبور میشن فکر کنم تند شن. من اینو چند وقت دارم میگم، به زودی مجبور میشن تند شن به قول معروف، چون اقتصادشون داره چیز میشه، دارن آروم آروم یه تیکافی باید بکنه. هر کی تند نشه به نظرم میمونه تو این تغییر جدیده که داره اتفاق میفته. خب آخه اونم باز دوباره یه مسئله فرهنگیه. مسئله فرهنگی هم اینجا بخواد یه تغییر بکنه، اون خودش همون 3 سال 4 سال که گفتی آره به زودی میشه همون 3 سال دیگه 4 سال دیگه. آره آقا ایول دمت گرم وقت گذاشتی. قربونت، خوشحال شدم. چاکریم. به همچنین. حالا امیدوارم یا تو بیای این بر من ببینمت از نزدیکم، با هم یه گپی داشته باشیم، یا من بیام ما ببینم. خوشحال بعدی امیدوارم باز دوباره زودتر ببینم. خیلی مخلصیم. قربونت. چاکریم. تشکر. وقت گذاشتی. سلام به خانمتم برسون. سلامت باشی. شب خوبی داشته باشی. شبت بخیر. خداحافظ. چاکریم. ارادت.